چطور در سال 2026 پولدار شویم؟ حقیقتی که کسی نمیگوید. پولدار شدن یک آرزو نیست، بلکه یک مسیر قابل برنامه‌ریزی است که هر انسانی میتواند با تغییر ذهنیت، یادگیری مهارت و ایجاد نظم مالی آن را طی کند. ثروت از ذهن شروع می شود، زیرا افراد ثروتمند قبل از اینکه در حساب بانکی خود پول داشته باشند، در ذهن خود باورهای قدرتمند می سازند. ذهنیت فقیر همیشه میگوید نمیتوانم و شرایط را مقصر میداند، اما ذهنیت ثروتمند همیشه میپرسد چطور میتوانم و دنبال راه حل میگردد. مهمترین ابزار ثروتمند شدن مهارت است، مهارت‌هایی که ارزش خلق می‌کنند و دیگران حاضرند برای آن پول بپردازند. مهارت‌های دیجیتالی مثل ویرایش ویدیو، طراحی، مدیریت شبکه‌های اجتماعی و کار با هوش مصنوعی، مهارت‌های ارتباطی مثل مذاکره و فروش، مهارت‌های تخصصی و حرفه‌ای و مهارت‌های کارآفرینی مانند مدیریت زمان و تحلیل بازار، همگی مسیرهای واقعی ایجاد درآمد هستند. با این حال، بدون نظم مالی نمی‌توان پولدار شد. کسی که بیش از درآمدش خرج می‌کند، همیشه فقیر می‌ماند، اما فردی که حتی درصد کمی از درآمدش را پس‌انداز و سرمایه‌گذاری می‌کند، کم ثروت می‌سازد. قانون پولسازی ساده است: کمتر خرج کن، بخشی را پس‌انداز کن و بخشی را برای رشد و یادگیری سرمایه‌گذاری کن. در دنیای امروز داشتن فقط یک منبع درآمد کافی نیست. برای رشد مالی باید درآمدهای متنوع ساخت، مثل تدریس، تولید محتوا، پروژه‌های فریلنسری، کارهای دیجیتالی، فروش آنلاین یا ساخت ویدیوهای کوتاه. هر درآمد کوچک یک آجر در ساختمان ثروت است و در بلند مدت نقش بزرگی بازی می‌کند. با این حال، رمز اصلی ثروتمند شدن در پیوستگی و مداومت است. هیچ کس یک شب ثروتمند نمی‌شود، اما هر روز یک قدم کوچک می‌تواند آینده را بسازد. 1 سال یادگیری تو را متخصص می‌کند، 2 سال تلاش تو را شناخته شده می‌سازد، 3 سال تمرکز تو را به طبقه مالی جدیدی می‌برد و 5 سال پشت کار تو را به جایی می‌رساند که دیگران آن را معجزه می‌نامند. در نهایت پولدار شدن به یک چیز وابسته است: تصمیم گرفتن. اینکه تصمیم بگیری در جا نزنی، یاد بگیری، اقدام کنی، از شکست نترسی و ادامه بدهی. مانع اصلی تو خودت هستی و تنها کسی که می‌تواند آینده‌هات را بسازد نیز خودت هستی. ثروت نتیجه ذهنیت درست، مهارت واقعی، نظم مالی، درآمدهای چندگانه و تلاش مداوم است. هیچ کس ثروتمند به دنیا نمی‌آید، بلکه یاد می‌گیرد. برای موضوعات بیشتر صفحه فیسبوک من را دنبال کنید. facebook.com/nasiraahmad21